سلام بچه، من روبروی فرودگاه زیبای واندوا هستم در کشور فینلاند. یک سفر میخوام برم به پایتخت ایسلند، شهر زیبای ریکیاویک. خب بچه، من داخل پرواز فین ایر هستم. 3 ساعت هم مسیر رو رفتیم. یه هلوش 50 دقیقه دیگه فکر کنم برسیم. نمیدونم چرا من همش فکر میکردم آیسلند بالا سرسبزه، ولی ببینین همش کوه و کوههای آتشفشان در واقع اینجا قرار دارن. حالا بریم جلوتر ببینیم چیزی از سرسبزیش مشخص میشه یا خیر. خب بچه ها، من یه تاکسی گرفتم از فرودگاه، دارم میرم به سمت هتل. واقعا این کشور زیباست، واقعا داخل شهر هستم، واقعا دارم نمای زیبایی رو میبینم. و این اتوبوسی هم که دیدیم با اینا میتونستم بیام، ولی با تاکسی خب راحت ترم دیگه. بریم ببینیم این شهر واسه ما چی گذاشته. خب بچه، من وسایل رو گذاشتم توی اتاق و بریم اینجا یه چند تا چیز جالب دیدم بهتون نشون بدم. واقعا این شهر زیباست. حالا شاید سوال بشه این لوکیشن کجاست؟ این لوکیشنی که مثلا اگر بخواید با اتوبوس به هر جایی از شهر برید، اینجا یه ایستگاه اتوبوس داره که به قول گفتن سنتراله دیگه، یعنی مرکز اتوبوس. این اتوبوس به همه جا از اینجا مسیر داره دیگه. بعد بیاین اینجا بریم. الان اینجا شعبه سابوی رو میبینیم. از این ماشین رو بذاره. خوبی اینجا اینه حق با آدم پیاده است، یعنی از آب پیاده بخوای رد شی هیچ ماشینی نمیتونه رد شه، باید ترمز کنه قبلش. آسمون رو ببینیم بچه ها، هوا هولوش فکر کنم 8 درجه اینطوری ها باشه. وای خدای من، آسمونو. این هم کلیسای یهودی هست. وای خدای من، زیبایی رو ببینید. واقعا شدت بادش بالا زیاده و من تو داری تکون میده. واقعا اینجا زیباست. اینجا دوستان شهر فرودگاهیه. داشتم توضیح میدادم. اینجا شهر فرودگاهی هست، شهر کفلاویک. اومدم اینجا شنیدم سرسبزیش اینجا زیاده، کوه آتشفشان هم میشه دید. اومدم اینجا واسه یه ویدیو بگیرم ببینیم واقعا چقدر منظره زیباست. همش طبیعته. خب بچه ها، اینجا میبینی اینجا نزدیک پایگاه نظامی گروه ناتوست. به خاطر همین زیاد نمیتونم از اون قسمت این ورش فیلم بگم. اینا میشه خونه سازمانی فکر کنم، شاید هم شخصی باشه، ولی بیشتر واسه اونایی یک مثلا جای دولتی کار میکنن این خونه رو بهشون میدن دیگه. یکی خواستم بگم فکر کنم فراموش کردم. همین دیگه، زیبایی شما ببینید. خب بچه، من کفلاویک دوباره اومدم ریکیاویک، همون سنترال جای اتوبوس ها بود. و واقعا دریا رو ببینید، انگار یخ زده ولی نه. من سکوت میکنم.